سلام، به چنل Explorers of History خوش اومدین. تمدن ایلام گوشه جنوب غربی ایران در دنیای باستان به تمدن ایلام معروفه. این منطقه از یک دشت کم ارتفاع واقع در غرب تشکیل شده بود. منطقه‌ای که بعدها در تاریخ به نام سوسیانا مشهور شد. این منطقه از شمال و شرق با کوههای زاگرس همسایه بود و قسمتی از رشته کوههای زاگرس که در شرق سوسیانا قرار دارد استان امروزی ایران یعنی فارس را تشکیل می‌دهد. دشت‌های سوسیانا مانند جنوب بین النهرین برای کشاورزی و آبیاری مناسب بود. همچنین ارتفاعات ایران در شمال و شرق بسیاری از مواد خام دشت‌های بین النهرین را تأمین می‌کرد و اکثر آنها از راه‌های تجاری از طریق این دشت به بین النهرین می‌رسیدند. پس جای تعجب نیست که یک مرکز شهری بزرگ در این منطقه توسعه یافته باشد. ایلامیان کشورشان را حلتمتیم می‌خواندند که به معنی سرزمین خدا میباشد. در کتیبه سومریان به ایلامی‌ها الم و همینطور اکدیان هم المتو خطاب می‌کردند که هر دو به معنی بالا و مرتفع میباشد. عبدالمجید ارفعی پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی اکدی و ایلامی میباشد که ایلامشناس و آخرین بازماندگان مترجم خط میخی ایلامی در جهان و از مهمترین کتیبه خوانان ایرانی است که برخی از لوح‌های گلی تخت جمشید با تلاش وی ترجمه شده و نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی بابلی نو به فارسی است. ارفعی با توجه به اینکه کلمه ایلام تلفظ بین النهرینی یک کلمه ایلامی است، اظهار داشته که ایلام را نباید با عین بلکه باید با الف نوشت. وی در توضیحاتش میگوید ما حرف عین را در شیوه بابلی و ایلامی نداریم بلکه در عبری، عربی و آرامی است که حرف عین موجود است. نژاد ایلامیان آثاری که از سکونت ایلامی‌ها در جلگه‌های خوست یعنی شمال خلیج فارس وجود دارد به هزاره 4 پیش از میلاد برمیگردد. پژوهش‌های انجام شده روی اسکلت‌های ایلامی نشان دهنده نزدیکی نژاد ایلامی به سومریان و تمدن دره سند در واقع پاکستان کنونی بوده، در حالی که شکل نهایی زبان ایلامی‌ها ارتباط چندانی با تمدن‌های یاد شده ندارد. ظروف سفالی و کشتی‌های ایلامی به شدت از ساخته‌های سومریان و تمدن‌های دره سند تأثیر گرفتند. گمان می‌رود که ایلامی‌ها احتمالاً از ناحیه جنوبی دره سند و از راه دریا در حدود 3500 سال پیش از میلاد به سرزمین ایلام آمدند. درباره دوره نیا ایلامی چندان اطلاعاتی در دست نیست مگر اینکه رمزگشایی نوشتار خاص در این دوره امکان پذیر شود. نوشتار نیا ایلامی در حدود 3200 سال پیش از میلاد به وجود آمد و استفاده از آن تا حدود 2700 سال پیش از میلاد به طور پیوسته ادامه داشت. پس از برخورد با سومری‌ها در این زمان بود که خط میخی سومری در ایلام رواج پیدا کرد. بدین ترتیب تاریخ دوره نیا ایلامی همچنان در ابهام باقی است. ایلام باستان در زمان آغاز دوره ایلام باستان فرهنگ ایلامی به طور کامل شکل گرفته بود، اما خاندان‌هایی در این دوره قدرت سیاسی را در شهرهای بزرگ منطقه یعنی آوان یا انشان و شوش تصاحب کردند. هر کدام به شکلی مایه پیشرفت این فرهنگ شدند. آوان و انشان تا مدت‌ها دو شهر جداگانه تصور می‌شدند، اما امروز پژوهشگران بیشتر احتمال می‌دهند که آوان نام قدیمی‌تر انشان در واقع مرکز پادشاهی ایلام بوده باشد. در دوره ایلام باستان 3 سلسله به نام‌های آوان، سیماشکی و اپارتیا به ترتیب 1 تا 3 سلسله‌ای بودند که در این دوره حکومت کردند. ایلام میانه در دوره ایلام میانه شاهان ایلامی سریعاً راه خود را از دوره قبل جدا کردند. در واقع ویژگی این دوره ایلامی شدن سوزیانا است. درخشان‌ترین دوره حاکمیت ایلامی‌ها از نظر هنر معماری دوره میانی است که در آن آثار معماری ارزشمندی ایجاد گردیده که اغلب معابد هستند. یکی از آثار قابل تأمل و مهم آنها زیگورات چغازنبیل است. در این دوره مجمع خدایان ایلامی بر سوزیانا تحمیل شد و با ساخت مجمع سیاسی دینی چغازنبیل به اوج قدرت خود رسید.
نیایشگاهی باستانی است که حدود 1250 سال پیش از میلاد در تمدن ایلام ساخته شد. چوغا به معنی تپه و زنبیل به معنی سبد می باشد. معبد چوغا زنبیل در جنوب غربی ایران در شهر شوش واقع در استان خوزستان و در نزدیکی منطقه باستانی هفت تپه واقع شده است. بلندی آغازین آن 52 متر بوده که امروزه از آن بلندی تنها 25 متر باقی مانده است. زیربنای چوغا زنبیل 2 برابر یک زمین فوتبال می باشد. ایلام نو ویژگی اصلی و متمایز کننده دوره ایلام نو ورود انبوه ایرانیان به فلات ایران بود که در نتیجه آنچه از امپراتوری سابق ایلام بر جای مانده بود باز هم کوچکتر شد. دوران ایلام نو هرچند به لحاظ نظامی و فرهنگی کمتر از دوران شکوفای ایلامی میانه نبود، اما دورانی بود که ایلام دوباره به عرصه سیاست خاور نزدیک سر برآورد. در این دوران ایلام در مقابل قدرت متجاوزی چون امپراتوری آشور قرار داشت که همواره حیات سیاسی ایلام را به مخاطره می‌انداخت، ولی با وجود توان نظامی پایین‌تر به قدرت نمایی در برابر آشور پرداخت و در مقابل سپاه قدرتمند آشور پایداری تحسین انگیزی از خود نشان داد. اعتقادات مذهبی. اعتقادات و باورهای ایلامیان در ابتدا به عبادت زن و مار استوار بوده است. اغلب آنها حبشی و از ساکنان قدیم رأس خلیج فارس بودند. در عقاید ایلامی جهان مملو از ارواح بود و رب النوع آنها شوشیناک بوده است. البته پرستش شوشیناک فقط در قدرت پادشاهان و رهبران مذهبی بود و مردم عادی مجسمه خدایان را می‌پرستیدند. پس می‌توان نتیجه گرفت که ایلامیان اله پرست و بت پرست بودند. زبان و خط ایلامی. در 3000 سال قبل از میلاد وقتی سومریان خطی تصویری به عنوان ابزار کمکی برای نگهداری حساب‌هایشان اختراع کردند، این ابداع به سرعت به همسایگان ایلامیشان رسید، زیرا بلافاصله پس از آن اولین لوحه زبان تصویری ایلام را در شوش می‌بینیم. این به اصطلاح خط ایلامی آغازین هم در شروع و هم تا مدتی بعد مانند سومری‌ها یک خط کاملا تصویری بود. گل‌نوشته‌هایی از خط پروتو ایلامی در تپه ملیان فارس، تپه شغالی در پیشوا، تپه حصار در دامغان و گل‌نوشته‌های تخت جمشید یافت شده است و اولین خط تصویری جهان می باشد. زبان ایلامی در مقایسه با زبان هوریایی، قفقازی و برخی زبان‌های دیگر اصولاً تصریفی ندارد. حتی اثری از پایانه‌های صرفی در آن دیده نمی‌شود، اما تعداد قابل توجهی پیشوند و میانوند خاص یا به بیان دقیق‌تر وند دارد. زبان ایلامی جایگاه خود را پس از ورود اقوام مهاجم نیز نگه داشت و زبان دوم نوشتاری حکومت ایران در دوران هخامنشی بود. در بیشتر سنگ‌نوشته‌های عصر هخامنشی ترجمه ایلامی و بابلی نیز آمده است. محدوده جغرافیایی. در گذشته ایلام به سرزمینی که از ولایات خوزستان، لرستان، ایلام و کوههای بختیاری ترکیب یافته بود اطلاق می‌شد. حدود این سرزمین از طرف غرب به دجله، از سمت شرق قسمتی از پارس، از سمت شمال راهی که بابل به همدان میرفت و از سمت جنوب به خلیج فارس تا بوشهر منتهی میشد و از مهمترین شهرهای این سرزمین عبارتند از شوش، اهواز، ماداکتو، خایلادو و آوان میشود نام برد. شهر شوش. شوش واقع در استان خوزستان یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شناخته شده جهان است. این شهر احتمالاً 4000 سال پیش از میلاد پایگذاری شده، با وجود اینکه نخستین آثار یک دهکده مسکونی در آن مربوط به 7000 سال پیش از میلاد هستند. طبق اسناد باستانی شوش از مهمترین و با شکوه‌ترین شهرهای باستانی ایران و جهان بوده است و فعالیت‌های باستانشناسی در آن ادامه دارد. نابودی تمدن ایلام. در سال 640 قبل میلاد آشوربانیپال پادشاه نیرومند آشور پس از تصرف ایلام مردم ایلام را قتل عام و دولت ایلام را نابود کرد. تمدن دیرینه ایلام پس از هزاران سال مقاومت در برابر اقوام نیرومندی چون سومری‌ها، اکدی‌ها، بابلی‌ها و آشوری‌ها از دشمن خود آشور شکست خورد و از صفحه روزگار ناپدید گردید. کتیبه آشوربانیپال درباره فتح و نابودی ایلام چنین میگوید: تمام خاک شهر شوش و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را با توبره به آشور کشیدیم
و در مدت 1 ماه و 1 روز کشور ایلام را با تمام پهنای آن جاروب کردیم. این کشور را از چارپایان، گوسفند و نیز از نغمه‌های موسیقی بی بهره ساختیم و به درندگان، ماران، جانوران رخصت دادیم که آن را زیر گیرند. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.